درباره این موضوع گفتگو می‌کنم با بهمن خدایی، پژوهشگر حقوق عمومی و اقتصادی از دانشگاه تهران. آقای خدایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. آیا تبعیض میان حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران صرفاً به نهادهای مانند تنصیف دیه زنان محدود میشه یا میشه از وجود مصادیق گسترده تری از تبعیض قانونی در این نظام حقوقی هم سخن گفت؟ با درود و سلام خدمت جناب آقای حیاتی عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان گرامی شبکه دیدار. در پاسخ به پرسشتون با قاطعیت میشه گفت که تنصیف دیه نه تنها یک مورد استثنایی برای نقض اصل برابری بین زن و مرد در حقوق ما نیست، بلکه به مثابه قله کوه یخ عمل میکنه. بنده چند مورد رو برای نقض اصل برابری بین زن و مرد خدمتتون عرض میکنم. اولین مورد همین موضوع دیه هستش. مطابق ماده 550 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن نصف دیه مرد. دیه جراحات و صدمات بدنی هم تا 1/3 بین زن و مرد مساویه، ولی همین که از 1/3 دیه کامل گذشت، دیه زن نصف میشه. البته با سازوکار صندوق تأمین خسارات بدنی این موضوع یک مقدار تخفیف پیدا کرده، یعنی در جرائم مربوط به راهنمای رانندگی دیه زن و مرد مساوی شده، ولی اصل موضوع همچنان به قوت و قدرت باقی هستش. مورد دوم بحث ارث هستش که طبق قانون مدنی ما سهم الارث زن نصف سهم الارث مرده و این عملا یک پیام رو مخابره میکنه که گویا طبق حقوق ما از نظر اقتصادی زن نسبت به مرد در جایگاه فروتری قرار داره. و مورد سوم هم در مورد طلاقه که مطابق ماده 1133 قانون مدنی مرد میتونه زن خودش رو طلاق بده، ولی زن پس از اثبات اسر و حرج و اون هم طی فرایندی طولانی و پیچیده ممکنه بتونه طلاق بگیره. موارد بعدی بحث ولایت و حضانت هستش که ولایت قهری فرزند اختصاص داره به پدر و جد پدری و خانم ها حق ولایت ندارند، ولی توی قسمت حضانت که مسئولیت خانم ها حق حضانت و تکلیف حضانت دارن که میشه گفت این یه جوری تکلیف بدون قدرت هستش. و موارد دیگه میتونیم به بحث شهادت اشاره بکنیم که در خیلی از جاها شهادت خانم ها پذیرفته نمیشه و خیلی از جاها هم شهادت خانم ها نصف شهادت آقایان ارزش اثباتی داره. و مورد آخر هم میتونیم به بحث قضاوت اشاره بکنیم که عملاً خانم ها حق تصدی بسیاری از مناصب قضایی رو ندارن. آقای خدایی، برخی بر این باورند که وجود قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ریشه در قرائت‌ها و تفاسیر مرد سالارانه از احکام و قواعد حقوقی داره. آیا امکان برون رفت از این وضعیت و کاهش یا رفع تبعیض‌های قانونی وجود داره؟ این که تبعیض و نابرابری بین زن و مرد رو ناشی از نگاه مرد سالارانه بدونیم با یه تعابیری میتونه درست باشه. دو تا برداشت از نگاه مرد سالارانه میشه داشت. یکی نگاه مرد سالارانه صرف فارغ از شرع و فقه. به هر حال ما یک کشوری هستیم که یک تاریخی داریم، یک فرهنگی و یک سنت‌هایی و نگاهمون به همه چیز از جمله به حقوق زن و مرد حتما متأثر از تاریخ و فرهنگ و سنت هامون هست. برداشت دوم اینه که به هر حال فقهای ما عموماً مرد بودن و به صورت طبیعی برداشتشون از اون مبانی شرعی
و تفاسیرشون میتونه متأثر از نگاه مردونه‌شون باشه. اما راه حل برای هر دوتا نگاه، اون نگاه صرف مرد سالارانه طبیعتاً با همت زیاد و با کار فرهنگی میتونه به سمت برابری بین زن و مرد حرکت کنه. در مورد برداشت دوم، بله درسته، قوانین ما و حقوق ما متأثر از شرع و فقه، ولی در شرع و فقه هم راه حل‌ها و ظرفیت‌های فراوانی برای رهایی از بن‌بست‌ها و خروج از بحران‌ها هست. ما فقیه نیستیم و بنا نداریم که پا در کفش فقها بکنیم، ولی فقها خودشون بارها و بارها از ظرفیت‌های مختلف فقه استفاده کردند. ظرفیت‌هایی مثل تقسیم بندی نص و تفسیر، مثل تقسیم بندی احکام اولیه و ثانویه، مثل در نظر گرفتن مصالح و مقتضاهای روز، مثل خود باب اجتهاد. در مورد موضوعاتی مثل شهادت، مثل همین دیه، فقهایی مثل آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی تفاسیر برابرگرایانه تری رو ارائه دادن. پس راه حل همیشه هست، مشروط بر اون که اون نوع نگاه و اون برداشت خاصی که در کشور ما به قانون تبدیل شده رو مقدس ندونیم و در واقع باب اجتهاد رو که در واقع فخر شیعه هم هست باز بذاریم. بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای خدایی، حقوقدان.